هر روز داریم راجع به فرهنگ پوستی مردم یک کشور با هم دیگه صحبت میکنیم و بهترین ماسک‌ها و اطلاعاتش رو در اختیار هم میذاریم. امروز قراره بریم رومانی. یه فرهنگ خیلی باحال، چند تا ماسک جدید که من خودم تا حال نشیده بودم، هم ضد لک، هم ماسک جوانساز و جالب. چیزی که نکته است و مهمه اینه که قبل از هر چیز شما یاد گرفته باشید 5 روتین اصلی رو داشته باشید تا این مکمل ها یا این فرهنگ ها و سنت های زنان مختلف از کشورهای مختلف وقتی در اختیارتون قرار میگیره بتونید با کیفیت بیشتری به پوستتون رسیدگی بکنید. امروز در رومانی میخوایم در مورد یه سری چیزها با هم صحبت بکنیم. اولین چیزی که خیلی برام جالب بود و تقلبم نوشتم تا یه جمله شم جا نیفته این بود که استفاده کردن محصولات ارگانیک و طبیعی. حتما تاکید به استفاده کردن از چیزهایی دارن که ارگانیک و طبیعیه که تو ماسکا وقتی بهتون میگم کامل متوجه میشید که واقعا میرن از بهترین و مرغوب ترین ها و گیاهی استفاده میکنن. عادت به استفاده کردن از عصاره ها، گیاهان دارویی و روغن تراپی به شدت بهش عادت دارن و ازش بهره میبرن. دومین چیزی که هست زیبایی طبیعی پوست رو به آرایش کردن ترجیح میدن. یعنی اکثر این آدم ها به جایی که بیان و اصطلاحاً آرایش بکنن ترجیح میدن برن و اصولی رو پوستشون کار بکنن و یه پوست فوق‌العاده داشته باشن. سومین چیزی که برام جالب بود فرهنگ سازی استفاده از ضد آفتاب بود. این یه چیزی که ما تو کشورمون ضعفش رو به شدت داریم. شما میبینید تو روستاهای ایران خانم 30 ساله عکسش میاد بیرون شبیه خانم 70 ساله است. پسر جوون 27 ساله پوستش شده یعنی مرد 54-5 ساله. چرا؟ چون فرهنگ استفاده از ضد آفتاب برام اونجا نیفتاده و اونجا به عنوان فرهنگ سازی انجامش میدن. فرهنگ نگهداری و تمیز بودن پوست چهارمین عامل فوق‌العاده قدرتمند در مورد مردم کشور رومانیه که این فرهنگ سازی باعث شده کشورشون پر بشه از سالن‌های مراقبتی آرایشی که کمک به بهبود و تغذیه رسانی درست به پوست میشه. خانم‌ها اونجا خیلی طرفدار این سالن‌ها و خیلی علاقه دارن که از این سالن‌ها برای زیبایی بیشتر و پوست بهتر داشتن بهره ببرن. نکته پایانی بریم سراغ این که تغذیه‌شون رو چه میکنن. تغذیه‌شون رو خیلی جدی میگیرن. یکی از چیزایی که برام جالب بود در اون کشور استفاده از سبزیجات و میوه فوق‌العاده بیشتر از جای دیگه است. حالا اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اتفاقی که میفته اینه که علاقه زیادی به استفاده کردن از اینها فقط به خاطر این نیست که اونها دوست دارن یه پوست خوب داشته باشن. فقط به خاطر اینه که دوست دارن سلامتی پوستشون رو حفظ بکنن و سنشون همیشه کمتر از سن واقعی خودشون و عدد و رقم نشون داده بشه. پوستشون رو دوست دارن همیشه 10 تا 15 سال جوانتر نگه دارن و همواره در این راستا اقدام میکنن. بریم سراغ ترندترین ماسکاشون که توسط خیلی از اونها افراد مشهور خود رومانی و دنیا معرفی میشه. خوب گوش کن دوست من. قبل از هر چیز دوست دارم این ویدیو رو لایک کنی خستگیم در بره، چون واقعا سر 95 تا کشور رو در آوردن و توضیح دادن خیلی هنره. دوم از همه دوست دارم که بفرستی برای کسی که خیلی دوستش داری و این ماسکا رو برو کاغذ قلم بیار یادداشت کن تا بتونی بهره ببری ازش. اولین ماسک معروف خیار و ماسته. خیلی جالبه. یک عدد خیار متوسط رو برمی‌داری، پوستش رو میکنی، رنده میکنی، آبش رو میچلونی، آبش رو جدا میکنی، از صافی رد میکنی، آبش رو به همراه 2 قاشق ماست قاطی میکنی و این ماست نه تنها خنک کننده است بلکه نکته جالب برطرف کننده جوش، آکنه و تسکین دهنده پوست، مخصوصا در زمانهایی که گاهی وقتا از آفتاب زدگی یا غیره رنج میبرید به دردتون میخوره. خیلی مناسبه. بنابراین به سادگی میتونید ازش استفاده کنید و رفع التهاب براتون. دومین و ترندترین ماسک رومانی ماسک آرد برنج و شیره. شیر همونطوری که ماست خواص روشن کنندگی داره شیر هم داره، ولی یکم لایه برداریش قوی تر و محکم تره. چیزی که اتفاق میفته اینه که آرد برنج اصطلاحاً باید شما حداقل 2 قاشق و 3 قاشق شیر رو با همدیگه به خوبی بزنید، یه خمیری ایجاد میشه. این خمیر رو به مدت 15 الی 20 دقیقه میذارید تو پوست صورتتون بمونه و قلقش یادتون نره.
قلقش برای اینکه تاثیرگذار باشه اینی که باید با آب ولرم شسته بشه. این ماسک رفع تیرگی میکنه. اگر نواحی خاص بدنتون حتی دچار تیرگیه میتونید این ماسک استفاده بکنید و در کنار اون روشن کنندگی داره و برای لک پوستی نیز استفاده میشه. پس حتما همین الان هم سیو کن هم بفرست برای دوستت که بدونه چه ماسکی میتونه چقدر براش مناسب و فوق العاده باشه. ماسک بعدی که بسیار جالبه و قبلا هم تو پیجمون معرفیش کرده بودیم ولی من نمیدونستم مال رومانیه و امروز میخوام بهتون معرفی بکنم. ماسک سیب زمینیه ولی تفاوت استفادهشون با ما ایرانی‌ها یک چیزه. ما عادت داریم که میایم این ماسک رو اصطلاحاً خود سیب زمینی رو میبریم و برشش رو روی دور چشم و صورت میذاریم برای جوانسازی، تغذیه رسانی، رفع تیرگی. ولی اونها یک سیب زمینی متوسط رو رنده میکنن، آبش رو جدا میکنن، از صافی رد میکنن و آب سیب زمینی رو به عنوان لایه بردار، لکه بر و رفع کننده تیرگی استفاده میکنن و بارها توی 20 دقیقه 15 الی 20 دقیقه روی صورتشون هر باری که میزنن و این آب جذب میشه خوش میشه تمدیدش میکنن و بعد از تقریبا میشه گفت 20 دقیقه اون رو به صورتی که با آب سرد از روی صورتشون بر میدارن که هم جوانسازی بشه هم رفع التهاب بشه. و میدونیم ما دستمون هم که میسوزه تو ایران عادت داریم معمولا میگن یه سیب زمینی روش بذار. همین حکم رو براشون آب سیب زمینی داره و تو فرهنگشون به هم ترویج میدن و انتقالش میدن. و آخرین ماسک حبوبات و ماسته. حبوبات رو خیلی جدی میگیرن. یادتون از اول ویدیو راجع به این باهاتون صحبت کردم که این عزیزان به محصولات ارگانیک و طبیعی و گیاهانه‌داری اعتقاد دارن. شما یا نخود یا لوبیا که حالا تو فرهنگ عربستان هم لوبیای چشم بلبلی رو براتون مثال زدم. لوبیا رو به اندازه 2 یا 3 قاشق میذارید این اصطلاحاً پخته بشه. پخته که شد جداش میکنید و لهش میکنید به خوبی له. بعد از اینکه له شد با 1 قاشق غذاخوری ماست قاطی میکنید و به خوبی هم میزنید. قاطی که بشه هم که اصطلاحاً به قول خودمون بیاد اتفاقی که میفته چیه؟ یک خمیری به شما میده. این خمیر رو روی پوستتون قرار میدید ولی به دور چشمتون بهتره که نخوره. پس این نکته یادت نره و میذارید 15 الی 20 دقیقه روی صورتتون بمونه. این ماسک حکم کرم شب و روز رو داره. یعنی اگر توانایی استفاده از کرم شب و روز رو نداری و میخوای تو خونه برای خودت یه ماسکی درست کنی که این ماسک بهت یه نتیجه فوق‌العاده‌ای بده، من 100% این ماسک رو بهتون پیشنهاد میکنم. حاوی ویتامین، تغذیه کننده پوسته. ازت میخوام این ویدیو رو سیو کنی بفرستی برای دوستات. یادتون نره من حسین احمدی هستم از مجموعه بزرگی خوششو. در 6 سال گذشته تونستم کمک کنم به زیباتر و شادابتر شدن پوست مراجعین من سلبریتی ها، خانم ها، آقایان و حتی کودکان هستن. مهمترین ویژگی من کشف ریشه‌ای مشکل مراجعینم و دادن راه حل دائمی برای حفظ فرآیند بهبود پوستشونه و داشتن بیش از 1000 نفر فقط در زمینه لک نشون دهنده اینه که من به تعهداتم پایبندم. اگر نیاز به مشاوره داشتی کلمه مشاوره رو بنویس یا با شماره تماس 0912 7006 326 تماس بگیر.